بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه بر ما جسم و جان است، خدای آشکار و نهان است. خداوندی که در تن جان نهان کرد، ز نور خود زمین و آسمان کرد. شاهی که در همه گداه آگاه است، در روز قیامت شفاعت خواه است. در نعت کمالی او چی گویم او را، از بس که محمد رسول الله است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله به خداوند شکری به عدد که امروز خداوند تنی صحت داد. الحمدلله خاطر جمع و شما عزیزان انشاءالله هم صحبت شدن مناسب دید. امروز روز حج المساکین، بهترین هفته که الله سبحانه روزهای هفته که الله سبحانه و تعالی یعنی در این روز، یعنی الهیده یک روز جمعه برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم عطا کرد. الحمدلله. برای همین ما و شما بسیار خدا خواهد انشاءالله شکرگزار باشیم و در این هفته آنچه که عاجزانه عبادت کردیم الله به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. الله در این دنیا هم در آخرت هم ما و شما را خوار و ذلیل مگرداند و انشاءالله ایمانهای ما را، قلبهای ما را با نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام اله منور بگرداند و آنچه آرزوهایی که داریم خدا خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله به فضل و کرمش اله برآورده خیر بگرداند. عزیزان من، امروز برای اهل اسلام به دو سوال مراجعت کردن. انشاءالله این سوال کاملا پررتن انشاءالله بس همه شما میرسانیم. یکی سوال انشاءالله در چیزهایی که خدا حرام کرده است، نقطه نظری حرام امروز نشه انشاءالله گره این اساس اینجا خدا خواهد سوال جواب است. بعضی اکثری جوانو امروز نشه شدیم. عزیزان من، نشه فضیلتش که در اینجا نیستین نوز، سیگاریت، خلاص همین یک باز است. همش زیرش یک تاچکه دارد، همش خمر است، همش. خدا خواهد در این باره انشاءالله چندین آیت، انشاءالله 3 آیت من از قرآن میارم و چندین حدیث های مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت میشیم. عزیزان من، این نشه و کنار و این سیگاریت و این چیزا، ناس و این چیزا در دوره های رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود، دور صحابگان هم نبود. این چیزا بعد انشاءالله خدا خواهد پیدا شدگی است. بعد از انشاءالله ویها گذشت زمان که انشاءالله خدا خواهد یعنی این چیزا انشاءالله تشکیل شد. عزیزان من، که این بسیار کسلی دشوار است، سبب برآوردنش بسیار مشکل است. چندین من بچه ها شاهد هستم. عزیزان من، 1 ماه میپرتایند، 2 ماه میپرتایند، باو میکشند، چون که این همش ایمان ضعیفیش است، انسان اراده مستحکم نبودنش است. خدا خواهد انشاءالله که من شاهد هستم. چندیش میگم ناس پرت افته میگه، با 2 ماه بعد میبینی با ناس کشیده است. سیگاریت پرت افته میگه، با میبینی سیگاریت کشیده است. یا که عرق پرت افته میگه، با 6 ماه و 1 سال بعد با عرق خورده است. این دمک همش ایمان ضعیفیش. اگر ایمان بقوت باشد، انسان یک بار که توبه کرد، الحمدلله، مثل توبه نصوح، مثل صحابه ها را بینید. دوره هایی که عرق حلال بود صحابه میخوردن. 3 آیت یعنی درباره عرق اومدگی است. آخرون آیتش که خدا سبحانه و تعالی سوره مائده 90 آیت دستور خوانده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون که اومد. همون زهاد صحابه میگه بعضی هاش در دست داشت، بعضی هاش در خانهاش خمای عرق بود، بعضی ها اکمی خوردگی بودن،
وقتی که این آیت در اهل مدینه که جرنگاس زد، همون زمان میگه قده ها رو زد شکستن. همین خیلی عرقات در کوچه های مدینه ریختن که میگه سای شد، دریا شد از دان من. این ایمان میگه. نه امروز مثل ایمان های ما و شما که با 1 سال نخریش و با بخریش. نه، بالکل ترک کردن. بالکل انشاءالله صحابه که میشوندن همون زهاد الحمدلله عمل میکردن. ما امتای محمد چی بلا زده است که میشنوی، میخوانی، میدانی، با خلاف شریعت کار میکنی. یا نمی والله باور که من وای قسمی است، والله که اکثر آدم میدونه دمی چیزا. اینکه که امروز دموکرات 30 سال پیش ما این مسئله گفتگیم یکی با کار ساده است. دماک ما حال ایمانمون قوی نیست، اراده مستحکم نیست. دماغ ما پیش الله هم مسخره بازیم. گویا که این گبی سفسطه است. این هیچی یگان وی ندارد، یگان برای ما شما تأثیرات ندارد. همش یک است از دانی من. خمر خدا خمره 4 حرف گفت، نگفت کو پیوه، نگفت ودکا، نگفت نشه، نگفت کنار، نگفت خمر گفت. تمام خودش همین، همش کفایت زیری همین ده، همش میدرد. ناس هم همین است، سیگارت هم همین است. نکو حیات خود خود جبر نکن انشاءالله. خدا خواهد دهنی شیرینت که اینجا خدا خواهد انشاءالله لا اله الا الله براید، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر اومدنش در کار. ما بوی ناس میبرید، بوی سیگارت میبرید. من همسرای شما نقایل میشم. ای رحمت، همون زنها در رحمت. باید که بعضی زنها عرخرای کو، باید که من دین شب یک عرخر که هم صحبت کردم، باور میکنی دمم در این زد. اوستر تیلش میکنم پا میآید، اوستر تیلش میکنم سر ما در گرفت. من 10 مینوت 15 مینوت باید صحبت کردم. خوب او زرکای در رحمت که در بغل اینا با خواه میران مزه کردم. بینین از دان من درباره خدا خود انشاءالله همین سا بغیر از سوره مائده خداوند در سوره بقره آیت 185 در یاد دار انشاءالله. خدا خود میتونیم بدین یک روز 2 روز بعد خدا خود سعیدی ما داریم همین معویزه میپرتید. سوره بقره آیت 195 نه الله سبحانه و تعالی امر میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. خدا چی میگه؟ انفقوا فی سبیل الله، در راه من فقط نفقه کنی، خیر میکنی، احسان میکنی، فقط برای الله کنی انشاءالله. خدا خیر هر عملی که خوبی که میکنی باید الله راضی باشد از من و خاطر مخلوق نی. من خود انفقوا فی سبیل الله، در راه من خدا خواهد. چی کم بغل نمیکنی، چی مسجد یاردن میکنی انشاءالله، چی چاه میبراری، چی آب میبراری، چی رحم میسازین، همین انشاءالله خدا خواهد کارای خوب است. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خدا میگه که خدا تو خدا خواهد به هلاکت نه اندازه، خدا تو خودتون مرگ دعوت نکنی، خودتون نکشه، خدا تو خودم خیلی چیزای ضرر آور. این آیات مفسرها میگن اشاره به همین چیزای تهلیکه هلاک کننده گفتن، نشه، کنار، سیگارت، نوس، عرق. چون خدا ما آگاهی داد که 15 عصر پیش گفت ونی معنی همیشه نزدیکی نکو آگاه شو ای بندم یا ایها الذین آمنو، ای ایمان آوردگان. به ایمان آوری فرق ندارد، به ایمانان این حکم نیست. این حکم برای کسی که لا اله الا الله میگه، اشهد الله میگه، شهادت میده به یگانه خدا و روز قیامت و به الله ایمان میارد. این برای شما گفت حرام است. ما شما رو آگاه داد، گفت خود تو خود به قتل نرسونی برادرها. ناس کی گفت را؟ خدا گفت که ناس کش، خدا گفت که نشه کش، خدا گفت که گره این زن. گفت بیار من قرآن کو 114 سوره است، یگانجش نگفت شد بیار من. خدا گفته که اجازه داده که خدا ما التماس داره که نکی کاره. خدا غمخوار است از ظلم من.
من از سبب گیره ای نبینن، از سبب گیره ای زدن امروز چندی جوانا از این بیماری خلاص نشده است. پول پدرش دزدیده است، پول اکش دزدیده، پول داج آتش زده است، از پول میدی. منم دوره میخرم. امروز این تبابت نشده است برادران. آدم کشته ساده. من نتیجه این تهلیکه ها دزدی دارد. عاقبتش همین است. پول که نیافته چیکار میکنی؟ بیچاره کسی با خدا خواهد به قتل میرسونی. پیغمبر گفتن که القاتل و المقتول فی النار، کشندم کشته شدم در دوزخ. ان الله لا یحب الفساد، خدا میگه من فساد دوست نمیدارم. عزیزان من، در روی زمین خونریزی و آبرو ریزونی اینا همش خدا حرام کرده است. آدم کشتن و زنا و دیگر حرام است. عزیزان من، نمیخواد خدا. ما خودمون در هلاکت نپرتافته استیم. بچه هم نه سبب بی‌پروایی امروز این کار کرده است. بعد این کسل جا گرفت با چیکار میکنند؟ مجبور حبس خانه شد. قواش دستاده اوی دیدم و 6 قطار بعد گشتیم. بچم میگن. یکی بچه را کی کرد؟ برای چی کنترلش نمیکنیم؟ برای چی بچه‌مون ما شما نظارت نمیکنیم برادرم؟ نخوام این نشه کشته بیا یا در خونه بوی نشه حس نکنی. نخواه عرق خورده بیاد و بوی عرق ما حس نکنیم. در یک خانه خواه میره. این چیزا باور میکنن محله میگیرد بوش. ولی برای یک خانه نیست. خیلی مثل یک روغنی دنبال یک آدم آب کند محله بوش میگیرد کن. میدونن که یک برادر روغنی دنبال آب کرد، میگن فلان چی کرد. همین هم میدونیم ما. خاموش. عاقبت کسلی خودی تمام مردم از ضرارت میکنند. عاقبت با چی خدا خواهد مصیبت ها به سر میاییم. بعدی او باد وای گفتم بعدی میگن کو کاره میگن پیش از واقع شدن پیشگیر. ما بعدی پیشه نمیگیریم یاره. بعدی یاره کلان شد تمام جامعه گرفت بعد هممو بانگ میزنیم. او چسکاوی داو خواهش کنه اینا. این برادری نیست از زانی من. خدا ما شما رو خیل نکنه. و احسینو میگه فقط خوبی کنین. خدا التماس که در دنیا آوردم 50 سال و 60 سال وقت دادم فقط خوبی که نکن. فایدت مردم درست. پیغمبر دادن بهتری انسان کدام انسان است که ینفع الناس انسانان فایدهش برسه. بیزنس یادشته، عرخریه نه. سودا عرش یادشته، علم را یادشته، زینا نه. خدا سوره مائده دیم آیت چی میگه؟ استعذ بالله و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تتعاونوا علی الاثم والعدوان. میگه کارهای خوب نه مردم ده یاردم کن. ای بنده من، کارهای خوبه. خودت پیشرفتی حیات تا میخوای، ماشین زیبا شیدن میخوای، خانه زیبا ساختن میخوای، جورت همین توصیه که میگه. عرخریه نه، زیناگریه نه، نشکشیه نه، قیماربازیه نه. من از تو پلی قیمار هزارها بچه های امروز گریسته گشته است. خدا هم ندونیست 15 عصر پیش که این هیچی برای شما فایدهش نیست. گفت من خدا میگه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. میگه من خوبی کننده ها را دوست میدارم. ما برادری خدا میشیم همون وقتی که ما فقط به مردم خوبی کنیم، مردم خوبی مرسد. همه اشیار نیاد نبراریم. همه بچه های ما است. همه تایید کن. همه دخترهای شازمین دختری ما است. کلاناش آچمو میشد و ایش بابامو میشد و ایش خالمو میشد و ایش عممو میشد. همچویز کن که یک خار میگه در یک پای زد، خار در من زد. گو میبینی هوای همه گناه کرست است. ما خاموشه. من مندچی بچی حالت و بد میرسی. بعدی خدا خواهد پایز برفتم بعد هممو داد میگه. از این طرفی خیلی نشیم. خدا خواهد یک آدم رو سیاه نشود. هممو
دورای شوروی بین موسفیدا چنان موسفید بودن که باور میکنه محلند یک تا جنایت میکرد 10 آدم میرفت بسرش. من بیاد مست یک بچه آبم که تنکیس بود در حوض بازی کرده، نماز بامداد خیستیم با این محمد قل بود خدا رحمتش که باشه داملا محمد قل خیز خانه شو میریم با که خانه شو رفته براوردن شای خوابش گفتن تو 2 ساعت وقتی حفظ تازه که راست کمیتی. بینید هوای هم انسان بدن، هوای هم حرکت میکنن که هم کشلاق خدا خوب شود. یک جایه بود همه یک شعار بود در شوروی، همه برای یک کس برای همه. نمیگفت که من در بچه که کشا رسا شا بلازنش چی کشا نمیگفت. همه یک جا حرکت میکردن، همه یک جا خدا خود ترتیب نمیدرادن قوم و جمعیت. الحمدلله ما هم همون نیبرانی هوای هستیم، ما از کجا دیگه پلنت نامدیم. زمان دیگر شدگی نیست. خدا قرآن نمیگد ما قوما را دیگرگون نمیکنیم تا خود شما دیگرگون نشه. ما دیگرگون شدیم یا که عمری شدیم یا توپای شدیم. دو حالت شد. یا همه ما باور میکنی نصیحت میکنی او دی گفت است جوانای منم امروز جوانای نسل نو است. خدا خود 20 ساله و 25 ساله یک بچه زنش سر داد بعد 2 تاش گفتم جوره و برای چی کار کردی آخی؟ این زنک چی عیب داشت؟ 2 تا فرزند داشت. او فرزند گفت که من داملا گفت من نصیحت میکرده پدر دارم، من نصیحتی نزارم نیستم. گفت نه بچه مومین است، بچهش پدرش نماز خون مادرش نماز خون کینده بعد ما گفت زنیم امروز به همین درجه رسیدیم. ربکا رسول میگه که اگر وقتی که شما با علماها تو استهزا میکنه باشه از دین زیان میکنه. عیسی اصلا نمیگفتگی میشه. عیسی خدا خواهد کنار میگیریم. من عزیزانی من دویم آیت سوره نساء آیت 29 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن براض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحیم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردین بین خدا تو در این ناحق باطل مالهاتون نخرین. مفسرات چی آوردن در اینجا؟ با واسطه گفتن انشاءالله دزدی، با واسطه قمار، با واسطه زوراونی رکتی قبیده بچه ها را بچه چون تا کاش پلاش گرفتن با جهت قمار از ید پرسین گفتن از ید پارخوری. بینید مالی دیگر تا نخرین در ره این حرام است. مالی کس برای کس حرام است. مالی کس میگه لذتیت در کامد گلوگیر باشد روز قیامت. ولی خدا خواهد مالی بیوه و بیچاره رو میخری پگه علابی آتش دوزخ میخری انشاءالله. پگه صاحب خدا خواهد مال مثل عبدالرحمن که در خوابش دید. عبدالرحمن جامع بهترین شخص معتبر قرض بده در خوابش اومده میگه در صاحب کتاب محشرگان ده گلناش داشتن گفتن تیپلی ماله همون قدر شخص های بزرگ که نبخشیدن باید منو تو را میبخشد میگه صاحبی اون. بینید یک فاطمه در گور موندنش وعده بود که هر شب در خواب یعنی که درآید در خوابی علی 3 روز ندورمد. 3 روز علی میگه در سری خاک گریست. گفت که فاطمه وعده چه شد؟ وعده کرد که من هر شب در خوابت میدونم نمیبینم بود. میگه همیشه خوابش ندومد. نپرسیشم علی تو چی خیلی؟ گفت که علی گفت سوزن همسایه را گرفتم در شیفتی خانه موندمش عیاد برمده 3 روزه جوابی نداده نمیتون رو اول حبایته تا احوالیت در کار دست منده. داو گفت حضرت علی ده آمده ای شیف میگه سوزن گرفته همسایه خونش ده برم. همسایه حیران چیگه به علی جان گفت زنم گفت همین سوزن گرفته از عیادش برمده 3 روزه گفت عذاب خدا نگرفته آره 3 روزه خدا بانگش مزده که برای چی حقی مردم گرفتی. او زن بیچاره میگیره میگه داد میگد
وای بر حال ما که فاطمه تو زهرا که زنده به زنده اهلی خدا خواهد جنت بود، دختری پیغمبری گوشه جگرگوش نازنین محمد گفت همین قدر کنند ما چی میکنه؟ داد میگد همسایه گیری هم میکند که ما چی که حال ما یک سوزه که اومن او فاطمه با یا نه مرد دیدگیش بود نه مرده شدید نه زنده شدید. بینین از زانی من ما کجا رفتستیم؟ الا ان تکون تجارتا، مگر میگد مالهاتون با واسطه تجارت با واسطه راضی گردیت بخورین، هیچ گناهی نیست. انشاءالله سودا کنین، حلال است، سودا هم عبادت است. که برای حلال خدا خود راضیش پرسش که همین مال تا گرفتم اکا جان خوردم راضی شو، این ده خدا خود عذاب نیست. ولا تقتلوا انفسکم، میگه خداتون به خداتون نکشین. خدا افکن انداختن عزیزانی من این گناهی کبیره است، خدا نمیبخشد. کدام انسانی که خودش ناحق میکشد حرام میمرد. خدا دیران میپرتای بکار میکشی، تاکه میکپی، یا ماشین ده خطه میداری، یا از بالای بام میپرتای اف میندازی. این جان امانت است عزیزانی من، این جان صاحب دارد، این صاحبش الله هست. که الله بخواهد عزرائیل میگد جان تا میگیرد، نه که خودت کشی پگه خدا نمیبخشد. خدا روز قیامت میگه در دوزخ همچنان عذابت میتید. پیغمبر کسی که خشه بکار کشه در دوزخ کار داد میتن زدن میگریخته. از کو پرتای دوزخ نه کوه هست، از کو میپرتایند. عذاب گیرونی عذابت گیروندن میگیرن. کدام حالتی که قتل میرسونی همون عذاب میشه، خدا نمیبخشد. برای چی؟ چون که ما شما از عمر دادگی خدا ندوال نوشتیم. عمر در کار نیست، من یه حیات در کار نیست، یه دنیا در کار نیست، گفته که سوال بشده ای ما شما. این نیت هم نکی کارن نکن. این چونی خدا قد همین قاتل هم بناس و سیگارت و به عراق و عزیزانی من به نشه و کونار و گیرین هم همین چنان است. به هلاکت میرسی آخر. در ناس بینین 4000 ماده ضررناک داشته است. 4000 ماده ضررناک. بینید ناس خودش. من که داملا جان پدرشو با عبدالنبی که من هم صحبت کردگی هستم گفتن داملا جان تا یک غناجین داشتم، یه روز هوی کرد گفت روی حالین تماکه بود، گفت تماکه را خورد گفت مرد. کسر شد گفت کشتیمش، گفت در گوشت خورده نشد. داملا گفت حتی تلخی تماکه گفت در گوشت هم زد است. گفت بینید همین خود شوریوان میکنن که مار هم اکشد، حیوان هم اکشد، قورباغه هم اکشد، همه حیوان هم اکشد. افسوس که خدا آدم با ارگانیزمش بقوت کرده است. همون بابام روایت کردن، همین روایت گفتن داملا مرد، کشتیمش گوش هم تحت داملا جا گفتن. بینه نکتین که گفته که ماده ضررناک دارد از زانی من. و سیگارت کشا بینن در بالای سیگارت نیستگی است. دوری وریدنی وحشا گوز دراویه هنه میخونه با خودش نقش من میمری گفته نیستش در بالاش با مرم کشم با کی عیب داره که الله عیب داره. اوبکتا میگه با ای کار میبراره نکی با میکشش. اوبکا ای کار میبراره میگه تمام بدن زهرآلود بکنه میگه. بلکه هم خیلی شما انچمچه همین ناسکا سیگارت کشا خوناتون انچمچه کسران نمیتیه که هوای هم خدا خود ناسکش میکنه شما باشد اگر کسر پسر شما ما میپرسه ناس پاس کنه میگه سیگارت کو علاق پرق کنه بخیر بیا گور درود نهود بیا همینم با زرالت نکنی با همین هم سر با یک طریقه با زوید نشیافته میترسه دخترها میپرسه دایی سرای هیچ خیلی هستی بدنت سرای ساغلام یا خیلی بدخنته میگن این نوسا جوش با میکنه از هم تا میبریم من کامران دا میگیریمش تمام دردنی کلیش نوسه باور که نوز میبریم از کامران دا میگیریمش بودید دردنی کلیشان نوسه این خیلی پست دردنی کلیش جوش با میکشیشه من توبام برادر رو یه هنه پرتی خدا خواهد انشاءالله الله
دوستداری ما و شما، پیغمبر دوستداری ما و شما. من از حدیث میارم خدا خواهد. این دو سوال است. خدا میگه کل مسکرین خمرون، پیامبر نازنین میگن، اینا امام مسلم بیاد که یکی از کل مسکرین خمرون و کل خمرون حرامون. هر چیزی که کیف میتید عراق است، هر چیزی که عراق است حرام است. این حدیث تمام موندگی چیزا رو همش حرام میکند ان شاء الله خدا خواهد. عزیزان من ببینید دیگر حدیث ان شاء الله. این ابی سلمه مادر روایت میکنه این حدیثه. پیغمبر گفتند که رسول الله صلی الله علیه و کسی که چیزی که مست کننده است، چیزی که بدن این خالی کننده است، چیزی که آدم ضعیف کننده است، رسول الله صلی الله علیه و من کردن از این چیز. من دیم حدیث ان شاء الله خدا خواهد. ببینید سوم حدیث یک شعار است. شعار همه در خاندان در پیشتاق نیستمون. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ببینید به یگان کس ضرر رسوندن و یگان کس ضرر دیدن نیست اسلام ده. من تو نشه فروخته است خواهید دیگه شه فروخته است، چند کس ضرر آلت کرده ساده. این حرامه، پولش هم حرامه. عزیزی من چند تا آیله را ویران کرده ساده. برای چی من حکومت منم بینه ضد این چیز شب و روز مبارزه بوده ساده، ضد این چیز. و همینم خدا مبارزه بوده ساده. خدا گفته که نه که این کاره، نه که این کاره. خدا خواهد یاردم کنندم، تو هم گناه در برابر هستی. پیغمبر میگن که و این رامون کیرن فلی یغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبالقلب و هو اضعف من الایمان. میگه یک منکرات شریعت دیدی میگه با دستت گردونش زنش. نمیتونی با زبانت گوش ای خدا نمیترسی ایچ فروخته ساده یا ایچ خرونده ساده اینه ایچ باور میکنه همین نشه خدا زده. همسایه من قریب دیوانه شد. میدانم باید کجا چیکار کرد آخر عاقبت یک ماه هم خیلی موندن. برادرها بینین آیلش ناتینج، ما ناتینج. من چند بارا رفتمش دیوانه شد. گفتن صحبت کردیم دم انداختیم و ها کذا همه کار کردیم. از آنی من بینین با چی اندازه آدم میبرده است. او بدبخت با همه روایت میکنن که و کشیدم بعد و یک دگاش یک آدم میخورده است. بانکروت میکنش مکم خون و محله بانکروت میکنه در اینجا گریج نمیمونه. وای سریا نمیدویسه با آشقضای مثل از پرامای نشده. با بعضی میخنده میگم وای خندیدن نمیده. من میده بینیم کج نموی میدوده میخنده نه یخیش گیریه میکنه. تو با و خدا زده دیده می تا چه اندازه ما را جندی کرده در بین قوم و جمعیت میپرداخته. میگه خوردهایش نمیدوند یک تنور نون میخورده مردی گویا بوده. و اینه بینه نو خدا زده را بینه چیش کاراشه چی خصلتا و چی احمقی ها در بین قوم و جمعیت میانداخته است. عزیزانی من بینه از خدا بترسیم این کار را نکنیم انشاءالله خدا خواهد. دیم سوال درباره انشاءالله خدا خواهد یعنی نگاه داشتنی ما و شما پیشکش میگیم، بعضی ها گربش میگن انشاءالله خدا خواهد. یک زن سوال دادین که آیا ما هم پیشکه یا گربه را در خانه یعنی تربیه کنیم از روی نقطه نظری شرعی گناه هست ثواب است؟ انشاءالله من یک چند حدیث های پیامبر علیه السلام میارم. البته گربه از آن من بزرگای خدا گفتن این از یعنی حیوانای افلاس نبوده است. این پیشک از حیوانای افلاس نبوده است انشاءالله خدا خواهد. اگر مواد خونه انشاءالله تربیه کنین هیچ یک خدا خواهد انشاءالله ضرر نداشته است. حتی پیغمبر گفتن که در حدیث مبارکه که یعنی کسی که رحم دارد الله رحمان و رحم میکند. یعنی نه آدمو بلکه نسبت مخلوقات ها را انشاءالله خدا خواهد. خانه یک گنجشک است کس میخواد. امام بخاری حدیث است که حتی گفته لانه هایی که در خانات و گنجشک ها لانه میکنن ویران نکنین.
میتونین که یک زن اگر که جدا شود همه محله آه میگیم خانهش ویران شد، آه خانه سوخت، آه حیات سوخت، همه بیچاره هم خانهش ویران نکنه. گفتن رحمش کنه الله مهربان انشاءالله خدا خود رحم میکند. در حدیث پیغمبر است از سبب انشاءالله خدا خواهد یعنی حیوانا را عذاب دادن یک انسان انشاءالله خدا خود دوزخ رفتیان. میگه یک زن میگه یعنی سبب دوزخ شدنش یک پیشی گربه را گرفتاده است در خانهش، قوا کرده آب و افقاد ندادن بعد وفات کرده گیشنده. الله سبحانه و تعالی اون زن دوزخی کرده. بینین برای چی رسول تن که چوکی سرش نداد که یعنی رزق روزش خودش یافته بخره. ما شما مولا داریم که در خانمون گاو و گوسفند و باید در وقتش افقاد شبته ایلا جواب بتی پیش خدا نه، در وقتش خوراک شبته. یا گم که مادرها من کودکا خدا خد فرزندا داریم. مثال ویام در وقت شیر شیاتیه، در وقت حیوانا مالا را چکا کنین آزوقش نبتین انشاءالله خدا خواهد. همین دم اگر ظلم کنه پگه ظلم جوابش میگیریم. یک جوان میگه رفته سادات بسیار تشنه بود، یک چاه دور من میگه آب خورد و برمد. رفته سادات میگه یک سگ کچکش میگه ماشما همین کچک میگه از تشنگی من یا خاکی نمالیسیده است. گفت میگه همینم مثل من تشنه است. گشته میگه برفته میگه همون خودت اومده کاوشنده برآورده میگه همون سگ آب دادگیشنده جنتشی داده. بینه نزدان من برای یک سگنده رحم کردنش. ولی ما انسان همون آزار شه، ولی انسان آزار دادنش نه خدا خواهد انشاءالله. نگاه داشتن گربه ها در خانه ها درست از دانی من یگان خدا خواهد ضرر ندارد. حتی در روایتی هست که انشاءالله خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی خودشو گربه انشاءالله پیشیک داشتیان. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بینید پیشیک داشتیان، تربیهشو میکردیان. حتی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز میگه در دومنش میگه پیشیک خواب بود. پیغمبر علیه السلام به خاطر خوابی و ایرام نکردنی هوای همون جوه که بهش نبری دادیان خسته برفت دادیان. یعنی حتی رسول الله بعضی روایت ها میگن که وقتی که همون پیشیک ماو میکنه است یا رحیم یا رحیم میگفت است، الله ذکر میکنه است. بینید سبحان الله الحمدلله. بینید از آن من ذکر میکنه است چون که در این باره آیت است استعیذ بالله یسبح لله ما فی السماوات والارض. خدا میگه ذکر میکنن تسبیح گو از همه روی دنیا بگی اشیای همه چیزا الله سبحانه و تعالی تسبیح میگن. این گربه هم انشاءالله خدا خواهد تسبیح میداد است. ابو هریره گفته که یک صحابه است خودش نامش عبدالرحمن است، عبدالرحمن سحر. همین عبدالرحمن سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم نامش چی ابو هریره پدر پیشکان موندادیان. سبب که در جای یک پیشکه بیند ابو هریره گرفته خانه‌شو برده خوراک داده تربیتش میکردن. صحابه گفتادیان که این همین گربه های افلاس هم پیشکای افلاس هم برده تربیت میکند. وقتی که میگه در دست یک پیشکچه بود رسول الله پیشکچه در درون آستینش بجا کردیان. رسول دیدن که چی است یا ابو هریره یا عبدالرحمن؟ گفته دیدن که پیشکه است. گفته که کنی نشان دادن بعد ابو هریره تو پدری پیشکان هستی گفتن. تو این کتی فخر که گفتن ناموس نکن. فخر است که تو یک مخلوقی ضعیفترینی الله چیکار میکنی رحم میکنی. نبینین عزیزان من تا چی اندازه انشاءالله خدا خواهد چی است. فقط طبق امام اعظم رحمت الله علیه مذهب ما و شمانده پس خورده پیشیک گربه مکروه است عزیزان من. فقط احتیاط میکنی خانوانده باشد مخلوط افقاد آبان زندگر هوای مکروه میشود. مکروه دیگه دادری حرام.
او مکروه استفاده برده می شود. اگر دیگر خیلی نمودی آب نباشه گفتن بزرگان اسلام استفاده برای ضرر ندارد، نه که دیگر آب باشد او آب ما استفاده برده نمیتونیم. پس خورده یعنی گربه پیشک فقط چی است؟ مکروه است. انشاءالله خدا خواهد میتونین شما خدا خواهد و تربیه کنین انشاءالله خدا خواهد. مبادا خونه عمده باشد یگان ضرر ندارد انشاءالله خدا خواهد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه شو چیکار میکردن؟ گربه داشتن. حتی نام گربه شو معذب است انشاءالله خدا خواهد. الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولی خدا خواهد این مسئله همین است. کسانی میتوند انشاءالله خدا خواهد گیرین یا نگیرین هم هیچ یگان ضرر ندارد. اکنون که بعضی که همین سال دوست دارد و انشاءالله کند هیچی نه. وقت افخوش تیاد خدا خواهد. چون که وقت 70 داده گیرین اگر بیان کنترل کنین هر سون نولش نمیزند. از سبب بچه گشنگیش میزند. بعضی همین پیشدارو که من گام میزنه میگه داملا همین وقتی نجاست چیکره میگه ماما کران میگیرد میگه یا که پیش در دیدن میگیرد میگه درش میکشیم رفته جایی نمیگه نجس میکنه بم میاد میگه خوب میراد یگان ضرر ندارد و هم آهسته آهسته میفهمد انشاءالله خدا خواهد. و هم خدا شما فهم دادگی عقل دادگی نیست خلاص فهم ادراک دارد انشاءالله خدا خواهد.